به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش یک برادر اهل اسلام یک قصه دیگر درباره با صبر بودن و غضب نکردن برای شما نقل می نمایم. الهی اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت می خواهم. پدران و مادران و عموما برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند، وقتی بین همدیگر یک نافهمی شد، یک معمولی اگر به سر آید، کوشش کنین از غضب کردن و از جهل کرده با همدیگر جنگ و جدال کردن دور باشن، زیرا وقتی که غضب برآمد عقل از سر می رود. و حکایه‌ای که میخواستم امروز برای شمایان نقل نمایم چنین است. یک پسری بود همیشه غضب میکرد. پدرش با این پسری به مقدار 1 کیلوگرم میخ خرید و آورد و گفت: پسرم، هر وقتی که غضب کردی یا با کسی اختلاف کردی، در دیواری آشانه یک میخ بزن. در هفته اول پسر 35 میخ زد، در هفته دوم 25 میخ و در هفته سوم 10 میخ. پسر کوشش میکرد که هنگام غضب خود را به دست گیرد تا که عدد میخ ها کم شود. و در هفته چهارم پسر در دیوار یگان میخ نزد، چون که میخ زدن برایش خیلی دشوار بود. به نزد پدرش رفت و پدرش را خبر داد که این هفته یگان میخ نزدم، چون که کوشش کردم که غضب نکنم. و پدرش گفت: اکنون برو و هر روزی که غضب نمی کنی 1 دانه میخ را از دیوار بکن. پسر هر روز 1 میخ را میکن تا اینکه میخ ها تمام شدند. و نزد پدرش آمد و گفت: همه میخ ها را کندم. پدر فرزندش را به نزد دیواری که میخ ها را زده بود برد و گفت: پسرم، کاری خوبی کردی، اما ببین اگر چندی که میخ ها را کندی لیکن سوراخ ها هنوز باقی مانده است. پس هنگامی که بین تو و دیگران اختلاف می شود و تو آنها را با زبانت میرنجانی، با مانند همین سوراخی است که با زدن میخ در دیوار پیدا شده است. اگرچه میخ ها را کندی ولی آثار میخ هنوز هم در دیوار باقی است. قلب‌های مردم نیز همچنین هستند. اگر چندی بعد از غضب و سخنی بد گفتنت عذرخواهی کنی، باز هم اثر سخن در قلب آنها باقی میماند. این نمود تربیتی پدر به پسر بسیار تاثیر کرد. پسر درک کرد که دیری چقدر انسانها را رنجانیده است و تصمیم گرفت که هرگز غضب نخواهد کرد. مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: یا رسول الله، نصیحتم کن. رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند: غضب مکن. بسیاری حالات های میشد که انسان با یک غضب یک عمر پشیمان می شود. با یک غضب زن خود را جواب می دهد. با یک غضب روانه زندان می شود. با یک غضب کلمه کفر را می گوید و وارد آتش دوزخ جهنم می شود. خداوندا به سوی تو از این صفت پست پناه می بریم. برادران و خواهران، به حرمت خداوند، در زندگی، در پست و بلندی های زندگی با صبر باشین و برای اون 2 چیز بی قدر دنیایی، برادر یا اینکه خواهر، پدر یا اینکه مادر خود را با سخنها مرنجانین. چنانه که شاعر میگه: شیشه بشکسته را پیوند کردن میتوان، دل که رنجیده از کسی خرسند کردن مشکل است. میگه اون شیشه که تو پاره پاره میکنی میتونی با هر خیل راه اون از سر نو برقرار کنی، لیکن دلی که از خود رنجانیده دیگر امکانات اون را برقرار کردن نیست. و شاید تو را میگه بخشیدم، لیکن در دل البته نسبت تو یک داغی دارد. از این لحاظ ای برادر، ای خواهر، به حرمت خداوند، خواه در عائله خود باشی، خواه در عائله بیگانه، خواه در گرد و اطراف باشد، خواه یک مملکت بیگانه، کوشش کن زبان خود را شیرین کرده با هم دیگر سخن خوب زده عمر خود را بیهوده صرف نکنین، چون که این زبان میتواند یک عالم را ویران کند و یا با یک سخن این دنیا را آباد گرداند. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را در این شهر غریبی در حفظ و امانت خود نگه داشته. مردم مملکت ما را، مملکت ما را در پناه خود نگه داشته. در تمام روی عالم صلح و تنجه و نورافشانی را نصیب روزی گرداند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. بار دیگر
پدران و مادران و من برادران و خواهران، اگر در وقتی گفتن این قصه عموما در گفتن همین قصه هایی که ما کرده بودیم اگر نسبت شما یک سخنی خطایی گفته باشیم، از همه شمایان معذرت میخواهیم. الله تبارک و تعالی نگهبان هر یک شمایان باد و هر آن دعای خیری که در سر جای نماز میکنین مستجاب گرداند. آمین یا رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل. بسم الله توکلت علی الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.